یکی از بیماری‌های شایع فصل زمستان سینه و بغل یا نمونیا است که باعث التهاب شدید ریه‌ها یا شش‌ها می‌شود. در افغانستان در این فصل از یک جانب سردی هوا و از سوی دیگر فقر و مهاجرت باعث افزایش این بیماری می‌گردد. البته اینکه این بیماری بیشتر کیها را متأثر می‌سازد و چطور می‌توان از آن جلوگیری به عمل آورد؟ معلومات بیشتر را از ناصر اوریا، دکتر در کلینیک فرانکتیدا در ایالت تگزاس امریکا البته جویا می‌شویم که از طریق اسکایپ با ما اند. خب دکتر صاحب سلام و خوش آمدید به برنامه. در اول اگر بگوین که سینه و بغل کیها را بیشتر مبتلا می‌سازد و آیا کشنده هم است؟ با عرض سلام بر شما و همونطور که شما گفتین سینه و بغل التهاب یا میکروبی شدن نسج وظیفوی ششاست و میتونه همه را مصاب بسازه، اما مخصوصا اطفال کمتر از سن 2 و اشخاص مسن‌تر از سن 65 چون سیستم معافیتی از آنها ضعیف است. همچنان کسایی که امراض مزمن شش مثل COPD یا آسما دارن، امراض مزمن جگر و یا امراض مزمن گرده دارن، یا اونایی که مثلا استروئید دوایی است که سیستم معافیتی رو پایین میاره به صورت مزمن و طولانی میگیرن، اینا رو میتونن مصاب بسازن و بله کشنده هست. یکی از پنجمین یا ششمین عامل مرگ و میر در جهان است. خب علائم سینه و بغل چیست و ابتلا به آن به صورت دوامدار چقدر خطرناک بوده میتونه؟ علائم مرض مختلف میتونه باشه نظر به عامل مرضی، برای که میتونه میکروب ها از باکتری گرفته تا ویروس تا پارازیت و دیگه عوامل، حتی انشاق بعضی مواد کیمیایی یا محتویات معده میتونه باعث نمونیا شود. نظر به عامل مرضی فرق میکنه، اما در مجموع اعراضش تب، لرزه، سرفه، بلغم، درد قفس صدری و در اشخاص مسن میتونه حتی پایین بودن درجه حرارت، یعنی تب نداشته باشن بلکه درجه حرارتشان پایین باشه میتونن، و همچنان سرعت تنفس، سرعت نبض، اینا کلش میتونه از اعراض نمونیا باشه. مهمترین مسئله است زمانی که دکتر مشکوک میشه به نمونیا باید به زودترین فرصت معاینات لابراتوری را گرفته و در اتاق عاجل تداوی را بر مریض شروع کنه. خب یک شخصی که به سینه و بغل حاد مبتلا میشه چه خدمات عاجل و فوری را ضرورت داره؟ خب اولین مسئله ای است که جلوگیری کنه از انتشار مرض بدگاه، مثلا پوشیدن ماسک یا مثلا وقت زمانی که سرفه میکنن در آستین خود. مرض ساری است، یک مرض ساری است و همچنان اطفال و کاهلا باید واکسین فلو یا واکسین ریزش در وقت زمانش بگیرن هر سال، و همچنان 2 واکسین نمونیا یا سینه و بغل که در اطفال به نام نمونیا 13 یا پریونار یاد میشه و در کاهلان به نام نمونیا 23 یا نوموواکس یاد میشه. کاهلان اردوش بگیرن و اطفال باید اپ تو دیت باشن به خاطر از اینکه از مرض جلوگیری کنه. بهترین تداوی وقایعی مرض است. خب وقتی که یک کودک به سینه و بغل دچار میشه، والدینش خصوصا اگر در مناطق دور افتاده باشند که از تأسیسات طبی هم دور باشند، چه باید بکنن تا وقتی که به دکتر میرسن؟ اولین مسئله است که دیگه اطفال از مرگ شدن به این نجات محافظت کنن. دوایی که تب پایین میره برای اطفال، خصوصا تب بلند، میتونه باعث اعراض دماغی شود. تبشون با واسطه پاراستامول یا تایلنول یا دوای دیگه که برای اطفال است پایین نگاه کنن و کوشش کنن که اگر بعض وقتا اگر طفل یا شخص مسن ضعف میکنه به اصطلاح یا بیهوش میشه، در حالت اینا رو قرار بدن که به یک بغل باشه، سرش پایین باشه، برای اینکه مواد محتوی معده اگر اینا استفراغ میکنن در سیستم تنفسی نره، به خاطر اینکه باعث یک نمونیا یا سینه بغل بسیار شدید میشه که به نام اسپیریشن نمونیا میشه. دیگه به این خاطر جلوگیری از بسیار مهمه. دکتر صاحب روی تداوی‌ها و کمک‌های اولیه صحبت کردین، ولی از وقایع بگوین چی باید صورت بگیرد تا در برابر سینه و بغل خصوصا اطفال وقایع شوند؟ بله، همونطور گفتم در پولیو واکسین نمونیا که به نام نمونیا 13 یا نوموواکس یاد میشه، پریونار یاد میشه در اطفال، و در کاهلان به نام نوموواکس. و مهمترین مسئله است که اطفال بسیار گرم و بسیار سرد نگاه نکنیم، یعنی لباس مناسب و همچنان سیستم معافیتی رو باید قوی نگاه کنیم با تغذیه خوب. و در زمانی که یک طفل مثلا در مکتب یا در مسجد یا یک جایی که همه جمع میشن مریض باشه، او را باید نمانیم که به اون محل بره تا که اینمی اعراض علائم پس به حالت نرمال نبیاید. تشکر از شما از معلومات ارزنده ای که ارائه داشتین دکتر صاحب. ممنون.